سلام بچه‌ها، من ماریا هستم و خوش اومدید به هندسه 2 فصل اول. امروز قراره از بخش سوم مثال دیگه‌ای که مونده رو با هم دیگه بررسی کنیم. راستی قبل از شروع لایک ویدیو هم یادتون نره. همونطور که تو این مثالا می‌بینید این مثالا فقط نوشتاریه و اگه شکل بخواد خودتون باید شکل بکشین. شکل اصولا بهتون نمیدم. تو این مثال بهتون گفته یه دایره به شعاع و انزلی‌های منتظم محیطی و محاطی در نظر بگیرین. پس اولین کار ببین یه شکل واسه خودتون بکشین. کل انزلی رو نیاز نیست بکشین. اینجا فقط دو تا ضلع ازتون کمک میخواد. پس بیاین فقط همون دو تا ضلع رو مثلا حالا با دو تا ضلع کنارش بکشید. به ترتیبم نامگذاری کنین. آبی رو برای بالایی گفته، CD رو برای پایینی. حالا ازتون اندازه های اینا رو به این صورت میخواد. این چه مدلشه؟ اینه که بیاین این مرکز دایره رو به اون رأسا وصل کنید و همینطور این ارتفاعی که به هر دو تا عمود هست رو هم بکشین. توی شکل بزرگ اگه نگاه کنین زاویه AOB زاویه کلی که اینجاست میشه چی؟ میشه 360 تقسیم بر چند تا انزلی هستش. این چند تا ضلع باید بیاد تقسیم بر n میشه. حالا این تیکه کوچیکی که اینجا دارین همینو تقسیم بر 2 بکنین، یعنی مثلا زاویه MOB یا HOB هیچ فرقی نمیکنه. این زاویه میشه 180 تقسیم بر n. پس این 180 نومی که توی صورت سوال هست از اینجا داره میاد. یه نکته دیگه OD اینجا رو مثلا شما بهتون گفته R دیگه، اینو بذاریم R. حالا با سینوس 180 نوم ما میخوایم کار بکنیم. سینوس یک زاویه میشه ضلع مقابل به وتر. الان این هم برای کوچیکه داریم میگین دیگه، تو CD هستیم. پس این 4 ضلع کوچیکه این پایین که محاطی هست باید در نظر بگیرید. ضلع مقابل HD به وتر که هست OD یا همون R فرقی نمیکنه. پس الان HD تون برابر میشه. چرا HD رو میگیم؟ چون HD یه تیکه از CD هستش و ما CD رو میخوایم. HD میشه OD سینوس 180 اینو که خب اودی هم دیگه ما میذاریم آر، کار راحت میکنیم. نکته بعدی این که این عمودایی که اینجا داریم عمود منصف هستش. چرا؟ چون این الان اودی با سی برابر دیگه، فاصله یه نقطه از دو سر یه پاره خط به یک اندازه است، پس روی عمود منصفش قرار داره. پس اینجا HD برابر با CH. پس از اینا نتیجه میگیریم که دو تای HD میشه CD برابر با 2 تا R سینوس 180 اینو. نکته بعدی که چرا اینجا عمود منصفه قضیه داشتیم، اگه اینا امتداد بدیم این کمان رو هم نصف میکنه. حالا نکته بعدی OM هم آر هستش، کلش آره. با تانژانت 180 اینو الان کار داریم و تانژانت یک زاویه میشد ضلع مقابل به ضلع مجاور. الان ضلع مقابل MB به ضلع مجاورش که هست O دوباره MB را میخوایم چون یه تیکه از آبی هستش. OM هم که آره یه بار می نویسیم میشه R تانژانت 180 اینو. از طرفی میدونیم که MB با MA هم برابره، پس از اینجا 2 تای MB میشه آبی که میشه 2 تا R تانژانت 180 اینو، همون چیزی که صورت سوال ازتون میخواد. این که چرا این دو تا تیکه هم با هم دیگه برابرن، از اینکه این 4 ضلعی محیطی هست و روی نیم ساز زاویه ها قرار داریم میتونین اثبات کنید. چون میتونید بگین این مثلثا با هم دیگه هم نهشت هستن و خب بر همین تیکه هم با هم برابره. سوال آخر من شکل کشیدم ولی شکل ندارید اینجا، حواستون باشه شکل بهتون نداده، خودتون باید شکل بکشید. بهتون گفته 2 تا قطر عمود بر هم AC و BD از یه دایره رو داریم. پس یه دایره رو داریم، 2 تا قطر عمودش هم رسم میکنیم. اولین سوال اینه که این 4 ضلعی A B C D که اینجا داریم چرا مربع میشه؟ دلیلش اینه که قطرها اول از همه عمود منصف هم هستن. میدونیم قطرهای یک دایره هم عمودن هم همون نصف میکنن دیگه، شعاع باید بشه اون تیکه ها. پس از اینجا اول از همه نتیجه میگیریم که اون 4 ضلعی لوزی شد و از طرفی میدونیم که قطرها برابرن، پس مربع شد. قطرهای برابر یک لوزی نتیجه مربع بودن میداد. حالا بهتون گفته بیاین عمود منصف های این مربع رو رسم کنید، یعنی این تیکه ها رو میکشیم. این تیکه رو نداریم تا اینجا میایم. بعد گفته حالا امتداد بدین دایره رو قطع بکنن. نامگذاری MNPQ هم میکنیم. بعد بهتون گفته بیاین بگین این 8 ضلعی A M B Q C P D N منتظمه. برای منتظم بودن چیه؟ باید بگیم هم ضلع هاشون همه با هم برابره، هم زاویه ها همشون با هم برابره. حالا اگه بخوایم شروع کنیم، نکته اول AC عمود بر BD زاویه ها 90 درجه هستن، کمان های روبرو 2 به 2 با هم برابر 90 درجه هستن. کمان ها رو میخوایم نامگذاری بکنیم، ستایی می نویسیم اولیه رو
میگیم AMB مثلا برابر با BQC برابر با CPD برابر با DNA. همه کمانهای روبرو به زاویه مرکزی 90 درجه هستن، پس همشون میشن 90 درجه. توی مربع هستیم، عمود منصف این تیکه با این تیکه برابره، این کمانها هم با هم برابر هستن. نکتهش اینه که این با اینکه عمود منصفه ولی امتداد دادیم از همه طرفها، اینا خودشون قطرهای اون دایره هتون هستن. پس اون کمانهایی که با هم برابر میشن رو دیگه با 2 تا نماد می نویسیم. AM میشه MB برابر با PQ QC CP PD DN و NA روبرو به زاویه‌ای هستن که 90 درجه تقسیم بر 2. دوباره تو مربع عمود منصف همون نیم ساز هم میشه، پس 90 درجه تقسیم بر 2 45 درجه اندازه این کمان هاست. کمان ها با هم برابرن، پس وترهای مرتبط به کمان ها هم با هم برابره. دوباره همونا رو می نویسین، به جای اینکه خط کمان رو روشون بذارین میاین خط پاره خط این شکلی روی همشون میذاریم. پس ثابت کردیم اضلاع با هم برابرن. حالا باید ثابت کنیم زاویه ها با هم برابرن. زاویه‌ای که میخوایم بررسی کنیم مثلا این قسمت هستش، این تیکه هست، کلشو باید حواستون باشه. اینقدر خط کشیدین که باید حواستون باشه زاویه رو درست پیدا بکنید. مثلا زاویه AMB رو اینی که اینجا داریم و میریم بررسی میکنیم که چند درجه میشه. برابر میشه با زاویه محاطیه، میشه نصف کمان روبروش. کمان روبروش چیه؟ مثلا میخوایم اون کمان رو بنویسیم، خب خیلی عدد داره، میگیم BP این کمانو مثلا حالا اسم این کمانو مینویسیم. پی رو میتونین هر کدوم دیگه بذارین ولی بی و آ ثابته، که حالا اینم برابر میشه با 1/2 چه چیزی. این کمانی که گفتیم این تیکه هست دیگه. از چه تیکه هایی درست شده؟ تیکه اولی که هست اینه روبرو به 90 درجه است، پس یه دونه 90 داریم به علاوه. تیکه بعدی این قسمته که دوباره روبرو به 90 درجه است، یه 90 دیگه هم داریم به علاوه. تیکه آخرش هم میاد دقیقاً اینجا، یه 90 دیگه هم هست که جواب میشه 135. تمام زاویه ها الان دیگه با هم برابر شد. نحوه کار میتونین زاویه های دیگر هم دقیقاً همین شکل در بیارین، میشه 135، یا بگین زاویه های 8 سلی منتظم میشه 135 درجه. مرسی که تا آخرین ویدیو رو دیدین. توی ویدیو بعدی به خاطر اینکه این فصل خیلی طولانی بود و نکات اصلی زیادی داشت، یه سری مثال با هم حل میکنیم 4-5 تا دونه که این نکات اصلی رو با هم دیگه مرور کنیم. لایک و سابسکرایب نره. تا ویدیو بعدی، خدافظ.